این باعث آسیب زدن به کاسه نمدها، پکینگ ها، بورینگ ها و بقیه تجهیزات آببندی و بتونریزی میشه. اینو باید توجه داشته باشید. زیاده، نکات بسیار زیاده. بعد از کارواش به طور مداوم دستگاه رو بشورید و عین کار سرش از حوزه بتون خالی نمانه. پس از اتمام پروژه چند گلوله توپی میذارن برای لوله و با فشار آب چیکار میکنن؟ عمل شستشو رو حتما انجام بدید، کاهلی و تنبلی نکنید. بعد از اینکه عمل بتونریزی انجام دادید، توپ گذاری رو انجام بدید و تمیزکاری رو در لوله ها انجام بدید. اگر بتون بمونه داخل لوله، بعدها باعث گرفتگی داخل لوله میشه. اون لوله‌ای که بتون داخلش بمونه سفت میشه و جلوی ملاط رو دیگه